درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 19. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب دوم، باب سیوم. همین طور من برخلاف اراده کلانسالان و نه با دستورهای آنها عمل می نمودم، مانند آن که کارهای زیادی را برخلاف اراده پدر و مادرم که خودی طبیعت مرا به این کارها وادار می کرد به اجرا می رساندم. سوگند به نام زیوس من کوشش می کردم که پنهانی با شمشیر هر چیزی را که به دستم می آمد ببرم و نه تنها با امر خود طبیعت، چنان که مثلا راه می رفتم یا می دویدم رفتار می نمودم. همه این بر علاوه تمام کارهای ذکر شده باز یک مشغولیت گوارا هم به نظرم می رسید. مادامی که ما را نبرد در پیش است که در آن نسبت به هنری جنگی بیشتر به دلیری و مردانگی نیاز داریم، چرا با همین حاماتیم ها به رقابت وارد نشویم؟ در این مسابقه به همه برای گرفتن مکافات امکانیت برابر داده شده است. در عین حال ما جانمان را زیر خطر گذاشته برای همان یک چیز توکل نمی کنیم. حاماتیم ها چنان زندگیشان را زیر خطر می گذارند که در آن سرفرازی های گوناگون داشتند و تنها همین گونه از زندگی قدر و قیمت دارد. ما باشیم چون این حیاتمان را زیر خطر می گذاریم که پر از زحمت و مهنت و خالی از سرفرازی ها است و آن به عقیده من از همه مشقت آور است. اما آن چیزی که مرا بیشتر به رقابت با آنها وادار می کند این است که در آن خود کروش داور خواهد بود و او داوری بی‌غرض است. من آماده‌ام به نام خدایان قسم خورم که کروش به نظرم هر یک مرد شجاع را نه کمتر از خودش دوست می دارد و به این گونه آدمان او با میل تام همه چیزهای بهترینی که مال خودش است تقدیم خواهد کرد. گرچندی که حاماتیم ها چنان که من می دانم
از آسانی طاقت ورزی به تشنگی، گرسنگی و سردی خیلی مغرور می شوند، آنها تصورات ناقص دارند که تا کدام درجه ما به آنها عادت کرده ایم و علاوه بر این معلمی ما خیلی بهتر از معلمی که به آنها تعلیم میداد شماریده می شود. آخر معلمی بهتر از احتیاج وجود ندارد و محض احتیاج به ما همه آنها را آموزاند. هاماتیم ها استادگری خود را از طریق پوشیدن اسلحه پره حربی مشق می کردند و همه آدمانشان با آن مجهز می شوند تا که با آسانی سلاح ها را برداشته توانند. ما باشیم تمام عمر مجبور هستیم که بر دوشمان باری وزنین را برداشته راه گردیم و بدویم. از این رو سلاح هایی که ما حالا می پوشیم به نظر من نسبت به باری وزنین بیشتر به پشمی سبک مانند است. پس ای کوروش، بدان که من با همه دیگران در دلیری و شجاعت مسابقه خواهم کرد و بگذار مرا به قدری کارنماییم چگونه ای که آن نباشد داوری کنند. و به شماهایی که مثل من از بین مردم عادی برآمده اید مصلحت می دهم که با این هاماتیم هایی که از خردسالیشان تعلیم گرفتند به مسابقه وارد گردید. اکنون با آنها لازم می آید که برای به دست آوردن برتری با آدمانی که از بین خلق برآمده اند مبارزه برند. همین بود سخنان فرعون. به دستگیری اندیشه بیان کرده او پارس‌های زیاد دیگر هم از میان هاماتیم ها و هم آدمان عادی سخن گفتند. نهایت تصمیم گرفته شد که به هر کس موافق خدمتش پاداش داده می شود و حقوق تعیین این خدمت را به دوش کوروش واگذار نمودند. چنین بود راه حل و فصل این مسئله. به روز کوروش به خیمه‌اش برای خوراک شام تکسیس پره را همراه تکسیرخ دعوت نمود. کوروش تا این واخوری امکان داشت مشاهده کند که این تکسیرخ گروه سربازانش را به دو قسم تقسیم کرده آنها را در مقابل همدیگر صف آراست و مجبور می کرد که با همدیگر به نبرد وارد گردند. آنها جوشن پوشیده بودند و در دست چپشان سپر داشتند. یک قسم جنگاوران مجبور بودند با چوب قفس نیشکر مسلح شوند که آن را در دستشان می داشتند و به قسم دیگری آنها تکسیرخ فرمان می داد که کلوخ‌های از زمین برداشته شده اشان را به سوی آنها پرتایند. پس از برخاستن آنها که به جنگ آماده بودند تکسیرخ اشاره کرد که جنگ را آغاز نمایند. یک نصف آنها به پرتاب کلوخ‌های خاکی شروع کرد که بعضی این کلوخ‌ها به جوشن‌های و سپرها، بعضیشان به ران‌ها و پای‌های طرف مقابل جنگاوران می رسیدند. وقتی که هر دو نصف گروه به هم نزدیک آمدند آنهایی که در دست چوب نیشکر داشتند بر آنها دست و پایهای رقیبان و آنهایی که برای برداشت کلوخ‌ها خم می شدند با پوشت و گردن رقیبان دیگر می زدند. در آخر نبرد آنهایی که با چوب نیشکر مسلح بودند حریفان خود را به گریز وادار ساخته
آنها را با خنده بلند و تمسخر می زدند. در نوبت خود فراریانی که چوبهای نیشکر را به دست آورده بودند با رقیبان خود که اکنون به پرتاب کلوخهای خاکی دست می زدند عیناً همین گونه رفتار را جایز دانستند. اختراع تاکسی ارخ و انتظام سربازان که در این بازی در یک وقت هم جسمهایشان را آب و تاب می دادند و هم از پیروزیشان لذت برده یک جای شادی می کردند و این نصیب آنهایی گردید که از روی نمونه پارسی مسلح بودند. کوروش را مفتون کرده بود و همه آنها را به نظرش برای خوراک شام دعوت نمود. کوروش در خیمه پی برد که پایها و دستان یک چند سربازان را بستند و پرسید که به آنها چه حادثه رخ داده است. ایشان جواب دادند که از ضرب کلوخهای خاکی لت خوردند. سپس کوروش باز از آنها پرسید که آیا این حادثه هنگام جنگ تن به تن رخ داده است و یا از مسافه معین به آنها ضربه زدند؟ جنگاوران جواب دادند که آنها در آن وضعیت از همدیگر در مسافه دور قرار گرفته بودند. آنهایی که با چوب نیشکر مسلح بودند و وقتی که یکه به یکه به نبرد می در آمدند این بازی را جاری پذیرفتند. اما آنهایی که با چوبهای نیشکر لت و کوب شدند در جواب با یک آواز داد و فریاد برداشتند که این لت و کوب بیرحمانه به نظر آنها عموماً بازی نبود و آثار ضربه ها با چوب زده شده را در دست و گردن و بعضیشان حتی در رویهای خود نشان می دادند. در اینجا طبیعی است که همه به حال همدیگر می خندیدند. روز دیگر تمام میدان از سربازانی که به این گروه تقلید می کردند پر شد و اگر یگان کاری جدی سر نمی زد همه اشان به این بازی مشغول می گردیدند. کوروش تاکسی ارخ دیگر را هنگامی واخورد که او گروه جنگاورانش را از دریا می گذراند و آن را از طرف چپ خود مانند حلقه زنجیر یک یک آراسته بود. در لحظه معین تاکسی ارخ بلاخ دویم بعد به سیوم و چهارم آنها فرمان داد که به پیش حرکت کنند. هنگامی که در جبهه نبرد لاخگی پیدا شد او به هر یک جنگاور فرمان داد که صفهایشان را 2 برابر زیاد کنند و در جبهه دیکدرخها پیدا شدند. سپس لحظه موافق را انتخاب نموده به هر یک لاخ فرمان داد که 4 کسی صف کشند و پیش از لاخها 4 نفری پیمپدرخها جا گرفتند. وقتی که گروه جنگاوران به در خیمه نزدیک شدند او فرمان داد که یک یک صف کشند و همین طور لاخ نخست را به خیمه در آورد. به لاخ دویم فرمود که از دنباله اولی پیوست شود و لاخهای سیوم و چهارم را نیز همین طور صف آراسته آنها را برای خوراک شام به خیمه برد. در آنجا نیز آنها را محض با همان ترتیبی که در صف قدم می زدند آنها را جا به جا گذاشت. کوروش از کار تاکسی ارخ غمخواری و آرامی او که با آن گروه جنگاورانش را تعلیم میداد به حیرت افتاده این
تاکسیس را نیز همراه تکسیرخ به نزدش برای خوراک شام دعوت کرد. تکسیرخ دیگری که در ضیافت حضور داشت به کوروش گفت: آیا کوروش تکسیسی مرا به خیمه خود دعوت نمی کنی؟ زیرا وی هم هر دفعه محض همین ترتیب را به جا آورده به خوراک نصف روزی راه می گیرد. در آخر طعام شام شخصی که از پس لاخ آخرین می ایستد لاخ خود را بیرون می برارد و در این حال آخرین آنهایی باقی می مانند که در صف جنگی اول می ایستند. سپس شخص دومی که از پس لاخ دومی آخرین می ایستد دقیقاً همین طور لاخ دوم را بیرون می برارد و به همین طریق اشخاص دیگری در آخر ایستاده رفتار می کنند. این کار برای آن انجام داده می شود که در صورت عقب نشینی آنها ترتیب این عقب نشینی را دانند. چون گروه جنگاوران به میدان صف آرایی می رسد که در آنجا راه پیمایی را مشق می کنند، در حالتی به سمت شرق ره پیمودن آنها من پیش از قطار می گذرم و لاخ اول را راهنمایی می کنم و از پس او چنان که مقرر شده است لاخ دوم، بعد لاخهای سیوم و چهارم می آیند و در هیئت لاخها گروه های 10 گانه و 5 گانه قدم می زنند و آن تا دمی ادامه می یابد که من فرمانی دیگر ندادم. اما هنگامی که ما به سمت غرب حرکت می کنیم آنهایی که در آخری صف ستون شکل و قطارهای آخرین گروه قرار گرفتند اول قدم می زنند. من از قفای آنها می روم و جنگاوران فرمان مرا اطاعتکارانه اجرا می کنند. من این کار را با آن خاطر به جا می آورم که سربازان هم هنگامی در پیش و هم هنگامی در قفای گروه جنگاوران قدم زدنم به اجرای وظیفه هایشان با آمادگی یک خیله عادت کنند. کوروش پرسید: و تو همیشه چنین رفتار می کنی؟ هر دفعه پس از خوراک خوری به نام زیوس قسم می خورم. پس من شما را به ضیافت نصف روزی به خاطر آن دعوت می کنم که شما درباره رعایت ترتیبات صفکشی جنگاوران هم در وقتی به پیش و هم به عقب رفتن آنها اینقدر غمخواری می کنید. به خاطر آنکه شما شب و روز این کار را به اجرا می رسانید، به خاطر آنکه جسمهایتان را در راه پیمایی آب و تاب داده به روحیه جنگیتان هنگام مشقها تقویت می بخشید. از بس که شما این کار را با تناسب 2 کرته به سامان می رسانید، از روی عدالت به شما باید خوراکی 2 کرته داده شود. اما سوگند به نام زیوس گفت: تکسیرخ، فقط در یک روز نه، در عکس حال ضرور است که برایمان معده دوم هم عطا نمایی. همین طور این شام در خیمه کوروش به آخر رسید. روز دیگر کوروش این تکسیس را به ضیافت دعوت کرد و همان طوری که وعده داده بود روز سیوم نیز دعوتش را تکرار کرد. چون همه جنگاوران دیگر از این حال خبر یافتند به این گروه جنگاوران تقلید کردن گرفتند. شما گفتار 19 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف
дар қироати ализода абдурашид хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Нағзалӣ, садобардор Каримҷон Ҳамидзода.